میخوایم تو این مستند بشینیم پا صحبت ناخوده‌های قدیمی، بریم لنج سازی رو ببینیم، تعمیرات لنج رو ببینیم، این زندگی مرتبط با دریا رو یه مقدار درش کنکاش بکنیم. من از 11 سالگی رفتم دریا با همین بومای بادی. این لنجی که پشت سر منه این بومه. بوم خیلی لنج مهمیه. بوم همون لنج سنتی ایرانیه، دو طرفش تیزه، به همین علت شناوریش توی دریا خیلی خوبه. میدونیم که لنج مال این منطقه است، مال خلیج فارسه. خودمون هر وقت لنج میبینیم یاد خلیج فارس میافتیم. پس حرکت بر اساس خورشید بوده. حرکت هم بعضی ستاره میکنیم. پرسینگل. بله پرسینگل 1956. لنج خیلی جالبه، همه قسمتاش با دست. یه وقت اگه چیز خریدن که پولش رو کم میکرد میدادن. چون سال دوم دیگه میرفتن. ایرانی بی اعتبار نه، با اعتبار بود. من الان اومدم پشت فرمون یک لنج نشستم، لنجی که اومده توی یه تعمیرگاهی که مخصوص تعمیر لنج هاست. بهش میگن داک یا جداف. میگم چرا میگن ناخدا؟ خدا نبوده خب، ناخدا. این دوتا لنج چوبی که میبینیم شاید آخرین لنجای چوبی هن که دیگه قراره که توی این منطقه ساخته بشه، به خاطر اینکه دیگه لنج سازی با چوب صرف نمیکنه. برای همین دیگه لنج نمیسازن، هرچی از تعمیرات لنج یا لنجای با فایبر گلاسه یا اینکه شناورهای فلزی. اگر اینها از بین برن، با اینها قسمتی از تاریخ داره از بین میره. اون از بین رفتن تاریخ خیلی بده. واقعا باید یه فکری کرد که هم بشه اون دریانوردی رو حفظ کرد، هم این صنعت و این تاریخ و این سنت رو بشه یه جوری حفظش کرد و داشته باشیمش.